خب برادر نوردین رضایی سلام علیکم. و علیکم السلام برادر حسین اشوروف و برادرایی که اینجا اشتراک دارن و در عموم تماشاگران برنامه حق و باطل. امروز راستی خیلی خوشحال هستم که طرفداران آزادخواهان با چهره آشکار با وجود خطرهای زیاد با چهره آشکار برآمد میکنن و اون کسانی که امروز از یک رژیمی که قدرتمند هست، توانایی دارد، امکانیت دارد، پنهانی از پس پرده با چهره‌های بگیم که فیکی صحبت میکنن. این هم یک پیروزی برای خد نکنید. این یک علامت پیروزی است و انشاءالله که یک علامت پیروزی است و امید کننده است که انشاءالله حق بر باطل پیروز می شود انشاءالله. من راستی یک چند سوال دارم از کسانی که مهم نیست کی است، مهم هم طرفدار رژیم رحمانوف باشد. اگر که این کسی که مهمانی که امروز قرار دارد آماده باشد ما همراهش یک چند صحبت یا که یک بحث کنیم. خیلی خوب. خب صدای برادر نوردین رضایی شنویدی؟ من گفته زبورش شنویدم. خب نوردین رضایی گرد میزنه. بدونی بس یک دقیقه بدونی یک دقیقه صبر کن. بگذار سوال بفرما. دیگر برادرایی که گپ نمیزنن میکروفوناتون رو بکشین بسیار خوب میشوه. برادر فقط من نوردین رضایی یک سوال دارم. سوال مرا جوان مردانه جواب بده. فرما. دور است نوردین رضایی بالای اونهایی که در پیغمبر گرامی را تحقیر میکنن بعداً کشته میشوند، از سوی گروه‌های تروریستی کشته میشوند. خب مهم نیست که اونها را میکشه، اما مهم این است که اونها پیغمبر خدا را تحقیر کنند، بالاشون میبره گل میمونه، یعنی که اظهار همدردی میکنه. با کدام وجدانش نزد رسول اکرم میروه؟ با کدام وجدانش؟ جواب بگه. دو مراتبه شد این کارا میکنه. فقط در موبایل نگاه پشی خیلی نخیلی تای ترسک نکنه درو مون گپ زنه. غای خودت او غمی مرا میخری، ما ایجا خواهش میکنم که غمی مرا نخه. خودت غمی رحمانوف بخه. اون کسی که خودت از او حمایت میکنی اولین شده برقیه همدردی روان کرد. اولین کسی که بگیم در طیاره اول شده رفت در فرانسه با همون مکرون ملاقات کرد. خب بعد دیتیلی او دیگه سفر خب برادرها رفتن یک سورپریزش گرفتن. در ای چی میگوی؟ تو غمی رحمانوف بخواد، تو از کی دفاع داری؟ از رحمانوفی که در پهلوی مکرون بود، از این کو صحبت که از همون شخصیتی که امروز که عقل مدبر همین چیز است. بفرمایید. گابزن نگاه کن نوردین رضایی، من تا برادر نمیگم به خاطر که تحقیر کننده های پیغمبر بردی گل موندی. همین نه بچه یک دقیقه صبر کن. یک دقیقه صبر کن. یک دقیقه صبر کن. این گوش کن سوال شما تا آخر گوش کردم جوان مرد باشه. او یک پرزیدنت های با دل خواه کشورها خواه بود پرست است و خواه چیزی هست نیست میره چیکار میکنه؟ واخوری میکنه و این واخوریش هم پیش از اون واقعه فرانسه بود. خب این واخوری که امروز نوردین رضایی میگه و بعد که همونها را کشتن، آیا جناب عالی ما جناب رحمانوف یگان همدردی روی کرد؟ نکرد، بلکه ما اونهایی که صدا بلند میکنن برای رسول اکرم گوش که تا آخره مثل نوردین رضایی رفتن گل موندن همدردی کردن بله که با کدام وجدانش پیش رسول اکرم میرود. تمام. من یک دقیقه رفتم همدردی کردم. برادر رضایی یک دقیقه فقط. خب الان در تماشاگران ما تقریبا 4000 هستند. کسانی که الان ما را میبینن فراموش نکنین لایک بگذارین و پدیلیت کنین تا که این پیغام ها به دیگران برسن. الان این صحبت ما در افیر است در یوتیوب و در فیسبوک. بفرما برادر رضایی. خب من در وینا بله من اعتراف میکنم که من رفتم همدردی بیان کردم و همون جایی که مردمی بیگناه کشته شدن در همون جا گل پرتافتم. من با او کشمکش هایی که کی را کشت کی را نکشت کار ندارم. در اینجا خونی بیگناه ریخته شد. ولی تو غمی مرا باز تکرار مینم نخ تو غمی رحمانوف بخیر کی تو از پس اون کس رفتیستی
کسی که آشکار طول فرانسه را یک طرف مون، اگر که در اوجا در فرانسه کاریکاتور پیغمبر کشیده باشند، در تاجیکستان رحمانوف خانه خدا را بست، تو از اون حمایت کرده ایستادی، طول پیغمبر یک طرف بمون، تو سنت پیغمبر کسایی که ریش میمونن اونا را یک تا به یک تا در قد کوچه های دوشنبه گرفته ریشاشون گرفته ایستادن. حجاب زن مسلمان معنی است. مسجد در تاجیکستان زن چرا اجازه نیست بروه؟ کو در اینجا جواب بدی؟ رحمانوف چرا نمیماند؟ من سوال مجابت با کدام وجدانت پیش پیغمبر میرای؟ تو بگو که مسلمان از همچون بسیار زیقی بسیار زیخیه برای نگرانی که نوردین رضایی چه خیل جنت میروه. تو از اون کسی که حمایت کرده ایستاده اون حجاب بستگی ای، اون گفتگی هر کسی که حجاب بسر بکنه اون به عقل است، اون گمراه گشته است. در غمی اون نیستی تو چی به غمی او را نمیخری؟ در پیش تای در تای فوک تای گوش کن. تا شریعت میگوی جناب رحمانوف وقتی که این گپ گفت در بعدش هر بعد الا داره، یا فراموش نکن. وقتی که انسان کلمه شهادت هم میگه اول این کار خدا میکنه بعد اثبات خدا. همین یا فراموش نکن. وقتی این گفت در نظرش انمون لباس های ترکیه که در یک دقیقه بارم پشت کنین کتشون گاب زنیم. همین قرار جواب بدی که رحمانوف از مردم حکومت در دستش است. نمونش بگریزه برادر حسین، نمونش بگریزه. صبر کن برادر رضایی دوباره همون گپ تگاب زن. نمونش بگریزه. رحمانوف از وقتی که سر قدرت است تو امروز زن مسلمان اجازه نداره به مسجد بروه. سوال جواب بدی چرا اجازه نمیده کسی که قدرت در دستش است؟ خب جواب بدی سوالا. سوال چی بود؟ من وقتی گپ زدم گوش نکردم. چی بود سوال؟ یک بار دیگه سوال بدی. چرا در تاجیکستان به زنهای مسلمان اجازه وارد شدن به مسجد نیست تو امروز؟ کی میگه اجازه نیست؟ یا توبه ها زیر اتکس که ایش هم اتکس که بگو که زنها سوابود نرفته و میستن. گوش کن با زنهای مسلمان به گوش کن. سوال دادی گوش کن. داخل شدنی با تمام مردم همچون اجازت از داخل شدن مسجد، در آمدن مسجد فقط از جانب شورای علما، از جانب محترم جناب عالی نه، از جانب شورای علما که اون خودش اگر خطا کرده باشه روز قیامت جواب میده، اگر برعکس کرده باشه جواب میده، اگر حقیقت گفته باشه ثواب میگیره. از جانب شورای علما تصمیم گرفته که زنها در مسجد نماز نخوانند. این از جانب شورای علما است. چی تو گفته که شورای علما گفتنی هستی که شورای علما قدرتش از رحمانوف بیشتر است؟ هر یک وزارت تصمیم خودش عدل میگیره. وزیر کارهای داخلی تصمیم قائد ملیسه و محترم وزیر کمیته دولت امنیت ملی از خودش، محترم وزیر فرهنگ از خودش، رئیس شورای علما سید مکرم وزیر در بالای همون مسلمان ها هست. تصمیم دینی را خودش با اونم علمایی که هستن با همون میگیره. تمام. امون رئیس شورای علما تا کی انتخاب کرده است؟ کی در وظیفه مونده است؟ وقتی که او را انتخاب کردن من دیگه در مهاجرت بودم، من نمیدونم کی انتخابش کرد. موافق قانون تاجیکستان همون رئیس شورای علما را کی انتخاب میکنه؟ بس موافق قانون تاجیکستان به سوال ببین موافق قانون تاجیکستان همون رئیس شورای علما را کی انتخاب میکنه؟ من چیزی که نمیدونم نمیگم که میدونم. من یه رحمانوف رحمانوف پس در اینجا کی گناهگار است؟ سوالی مرا چرا جواب ندادی؟ گوش کن نوردین، تو فهمیدی که از کی حمایت کرده ایستادی؟ چگونه فهمیدی؟ گونه به یک عمل کسی 1.5 میلیارد مسلمان تحقیر کردی. اونها که کاریکاتور کردن بودی برادر رضایی یک دقیقه. خب برادر کی؟ خب ابو عمر صدای مرا میشنوی؟ بله میشنوم صدای شما رو خوب میشنوم. صحبت‌های همین کی را شنیدی؟ بله. خب همون آیات تمام 2 هفته شد انتظارم. بفرمایید. آیات مرا فهمیده است؟ میشنوم. بله. خب من سوال دارم که همون آیات خودش مسلمان حساب میکنه یا نگوه؟ فقط آوازش نمیاد. حسین اشورو خیلی آوازش نمیاد. ما آوازش نمیفهمم. آوازش ما در نامده است.
کدمش که قولش نشنیدم گفتم شنیده. خب در واتساپ زنگ بزنید برادر. حاضر یک دقیقه خب خب تو برادر اومدن تو برادر اومدن صدای مرا میشنوی یوخی؟ صدای من نیست؟ یه صدای شما هست؟ کو کجاشی دگنی پیریکور؟ همینجا که باشه تاجیکستان همین خیلی معرفی کرد که همه نهادها جدا هستن. این وزارت کاری خودش میکنه، او وزارت کاری خودش میکنه. سوال من جواب بده که اگر اگر تاجیکستان دموکراتی باشد، در کدام کشور دموکراتی دیده که یک شخص 30 سال حکمرانی کنه؟ کو همین را جواب بدی؟ گوش کن یه مردم انتخاب کرده. همون گرام کشته بگی آیت مردم انتخاب کرده. گرام کشته بگی که آواز من دوباره میشنم در گوش ما. آنمو مردم کدام مردم انتخابش کرد؟ گوش کن نوردین رضایی، در کدام کشورها رهبریتش علی شیدگی. اگر امریکا را مثال باری تا آخر گوش کن. امریکا پرزیدنتاش رول بازی نمیکنه، پارلمانش بازی میکنه. پارلمانش طول 300 سال شد، فرزند پسر نبیره رفته سای. فهمیدی؟ کدام دولت هایی که پرزیدنت ها رول بازی میکنن اونها علیش نمیشون دیگر. شما مردم گول نزنه که انا پرزیدنت امریکا علی شد، پرزیدنت فلانجا علی شد. اونها دولت هاشون پارلمان رول اساسی بازی میکنن. پرزیدنت ها مثل یک دولت نداریم. فقط استفادهشون میبرن. تاجیکستان سرقانون تاجیکستان وقتی که رحمانوف اومد با یک نفر چند سال اجازت میداد که حق پرزیدنتی کنه؟ آخه گوش کن مردم انتخابش کردن. وقتی که مردم یک نفر را انتخاب کنن مرا جواب بدید. مردم چه خیلی بیا حاضر صبر کن یک تا وقتی که رحمانوف سر قدرت اومد، سرقانون تاجیکستانی که اولین بار بگیم که از جانب مردم خب هر چیزی که بود انتخاب شد، در همون سرقانون چی نوشته که بود؟ حاضر هم هست همون پونکتی که یک شخص بیشتر از 2 دفعه حقی پیشبری در انتخابات رو ندارد. انمون رحمانوفی که امروز خودت بگیم که از او حمایت میکنی و تاجیکستان یک کشور دموکراتی معرفی میکنی، تو میدونی که همون کس امی سرقانون را گرفت، این خیلی پرت و فوس و دنگله کرد، گفت یک قانون یک پونکت دیگر اضافه کرد که من پیشوای ملتم، من یک عمر میستم در سر قدرت. در این چی میگوی؟ کجای دموکراتی است؟ تو ایمن برای من از امریکا مثال نیار. همچون پیشوا انتخاب کرده هستن. گوش کن مردم او را همچون پیشوا انتخاب کردن چون که خدمت کرد. چی خدمت کرد؟ کو خدمتش همچون پیشوا انتخابش کردن. یک گوش که تو یک کسا کلی خونه تا ارنده میتی، یک خونه تا اجاره میتی، کلی را میتی، برای 1 سال دگوار میکنی، بعد از 1 سال میری گرفته از ورق علیش کرده است، خودش از پیش خودش در اونجا نایستگی که صاحب خونه مایم. چه خیلی را میفهمی؟